سلام، من مستر چکلیستر هستم و این کانال برای اوناییه که به جیبشون و محیط زیستشون احترام میذارن. توی اولین ویدیوی این کانال 10 تا دلیل آوردیم برای اینکه چرا خرید کالای دست دو به نفع همه است. میتونید اون ویدیو رو با کلیک روی این لینک تماشا کنید. حالا توی دومین ویدیو میخوایم به حیوانات خونگی عزیزمون بپردازیم و از نکات کلیدی حرف بزنیم که باید موقع خرید لوازم دست دوی اونها بهشون دقت کنیم. بیایید اول با گربه ها شروع کنیم. ما سعی کردیم ضروری ترین وسایل برای نگهداری گربه ها رو توی این ویدیو بررسی کنیم. جزئیات بیشتر و نکته‌هایی که برای نژادهای خاص کاربرد دارن رو توی اینستاگرام مستر چکلیستر به مرور پست می‌کنیم. البته این رو هم بگیم که توی اینستاگرام مسابقه‌هایی با جایزه‌های جذاب و کاربردی طراحی کردیم که با دنبال کردن اون صفحه هم میتونید اطلاعات بروزی در مورد وسایل حیوان خونگیتون به دست بیارید و هم فرصت‌های خوبی برای جایزه بردن وجود داره که پیشنهاد می‌کنیم از دستش ندید. وسایل ضروری برای نگهداری گربه‌ها: 1. ظرف خاک. خب با یکی از ضروری ترین وسایل برای دوستای پاستیلیمون یعنی ظرف خاک شروع می‌کنیم. میدونیم که گربه‌ها به طور طبیعی و غریزی دست به آب رفتن توی خاک رو بلدن، اما ظرف خاکشون باید چه مشخصاتی داشته باشه و از همه مهمتر اگه دست دو باشه باید به چه چیزایی دقت کنیم. اندازه ظرف. اول و مهمتر از همه اندازه ظرف خاکه که باید در نظر بگیریم. گربه‌مون باید برای حرکت راحت و کندن خاک فضای کافی داشته باشه. همینطور به ارتفاع دیواری ظرف هم بنا به جثه گربه‌مون توجه کنیم، چون ممکنه با هر بار استفاده یه مقدار خاک بیرون ظرف بریزه. مدل ظرف. بعضی از گربه‌ها با حیاترن و حریم خصوصیشون براشون مهمتره، واسه همین پشتشون رو به ما میکنن و زل میزنن به دیوار. اگه دوست پشمالوی ما توی این دسته قرار میگیره یه ظرف مسقف براش در نظر بگیریم تا احساس امنیت بیشتری کنه. روون بودن لولای درب تاشو رو هم خوب چک کنیم تا ورود و خروج گربه راحت انجام بشه. دریچه تهویه روی ظرف رو هم بررسی کنیم که گرفتگی نداشته باشه و اگر از نوع فیلتر داره که به عنوان بوگیر کاربرد داره، قبل از خرید اون مدل دقت کنیم که فیلترش توی بازار موجود باشه. فراموش نکنیم بیلچه خاک هم همراه ظرف باشه و شیارهای خیلی درشتی هم نداشته باشه، چون ممکنه گلوله‌های ایجاد شده راحت ازش رد بشه. جنس و بهداشت. خرید یه ظرف خاک تمیز و بدون بو خیلی مهمه. حواسمون باشه یه ظرف کاملا تمیز و ضد عفونی شده رو انتخاب کنیم. در ضمن مطمئن بشیم که ورودی ظرف و لبه‌ها شکستگی یا تیزی نداشته باشه که مبادا دوست کوچولومون آسیب ببینه. اینجاست که جنس ظرف خاک هم مهم میشه. متداول‌ترین جنس معمولاً پلاستیک‌های فشرده هستن که قابل شستشو هم هستن و دوام خوبی هم دارن. اگه مطالب این ویدیو براتون مفید بود، سابسکرایب کنید و ما رو به کسایی که به جیبشون و محیط زیستشون احترام میذارن معرفی کنید. 2. ظرف غذا. از حیاتی ترین لوازم نگهداری گربه‌ها ظرف آب و غذاشونه. بیایید با هم بررسی کنیم برای خرید این اقلام از بازار دست دو باید به چه نکاتی توجه کنیم. اندازه و طرح. یه ظرف غذا با اندازه مناسب برای گربه‌مون انتخاب کنیم. کاسه‌های کم عمق و پهنی رو پیدا کنیم که سیبیل‌های عالی جناب یا سرکار عالی رو توی خودش جا بده و دسترسی به غذا رو هم آسون کنه. همینطور دقت کنیم لبه‌های ظرف به اندازه کافی شیب‌دار باشه. جنس و بهداشت. ظروف غذای ساخته شده از مواد ایمن و بهداشتی رو انتخاب کنید. کاسه‌های استیل ضد زنگ یا سرامیکی گزینه‌های ایدئالی هستند، چون به راحتی تمیز میشن، در برابر باکتری‌ها مقاوم هستند و مواد شیمیایی مضر ندارند. چون بعضی از گربه‌ها به پلاستیک حساسن و ممکنه در دراز مدت اونها رو دچار بیماری‌های پوستی کنه. نکته دیگه اینه که ظرف‌های پلاستیکی خیلی زود خراشیده میشن و تجمع باکتری‌ها و آلودگی‌های گربه قبلی ممکنه به دلبند ما آسیب برسونه. جنس‌هایی مثل استیل و سرامیک توی محیط زیست پایدارتر هم هستند و به راحتی میتونن برای غذای خشک و تر استفاده بشه. از طرف دیگه مطمئن بشین که ظرف غذا از جاش تکون نمیخوره و به راحتی واژگون نمیشه، چون گربه‌ها معمولا خیلی بازیگوشن و با پنجولای کوچیکشون میخوان با همه چیز بازی کنن. بنابراین اگر زیر ظرف ترمز لاستیکی داره، بررسی کنیم که پاره و آسیب دیده نباشه. همینطور اگر مخزن نصب بطری آب داره، مطمئن بشین که گرفتگی و رسوبات راه اون رو مسدود نکرده باشه. برای دونستن نکات مهم در انتخاب اسباب بازی‌ها، اسکرچر، کلیکر و غیره میتونید صفحه اینستاگرام مستر چکلیستر رو دنبال کنید. یادتون نره در آینده نزدیک اونجا قرعه کشی و جایزه هم داریم. اگه شما هم نکته دیگه‌ای برای خرید وسایل دست دو برای گربه‌ها دارید، توی بخش کامنت‌ها حتما بهمون بگید و تجربیاتتون رو با بقیه هم به اشتراک بگذارید. توی ویدیوهای بعدی با هم بررسی می‌کنیم که موقع خرید لوازم دست دو برای سگ‌ها به چه نکاتی باید توجه کنیم. تا بعد.